اکبر عبدی، حمید لولایی، رضا ژیان، کیومرث ملک مطیعی، ملکه رنجبر، مهران غفوریان، حسن پور شیرازی، اکرم محمدی، رامین پرچمی، غزل سارمی، شراره درشتی. یعنی اگه فرض بگیریم سنگ اولش 200-300 گرم بوده باشه، بله دیگه الان 1 کیلو خورده ای وزنش. خب عمو حساب کن اینجوری پیش بریم 7-8 کیلو طلا استخراج می‌کنیم به جون خدا. 2 تا دکون وا می‌کنی، کولر می‌ذاریم واسه اتوبوسه. فقط مراقبش باش عمو، تصدقت یه وقت مایجات نخوره با. نه حواسم آب چای اصلا لبا دهن خوش. من فردا رو مشکل دارم که فردا میرم سر کار، شما مراقب باشی دیگه ها. فردا رو من یه ساعت هم که شده باشه واسه برم ترمینال عمو نمیتونم. عمو نرو فردا رو، پس فردا برو. نمیشه تصدقت، صاحب ماشینم میاد اونجا. چی؟ صاحب ماشین، صاحب اتوبوس. مگه خودت نیستی؟ چرا؟ تو گفتی 6 دنگ اتوبوس به نام خودته که. چه گفتم؟ 3 دنگ. اونم معذر نرفتیم، معذر بریم 3 دنگش مال منه. چرا نمیری معذر؟ خب پول بس بدم، پول ندارم الان. پول بدم 3 دنگش مال ما میشه. خب عمو نمیشه بگی اون بیاد اینجا؟ نه تصدقت، صاحب اتوبوس بگم بیاد اینجا، وقتی همسایه ها آبرو میذارن واسه من، واسه تو زشته. الان بنده خدا فکر میکنن حداقل 3 دنگش مال منه. اما بابام رو راست نیستی یا؟ چرا؟ من فکر کردم گفتم به نگفتم. پولشو بدم برم معذر 3 دنگ من اسممه دیگه. من اون موقعی که آدم شما گفتی اتوبوس خودمه، من یه میگفتم عوض میشه اتوبوست، من نمیدونستم شما راننده‌شی. نه صاحب ماشین چند تا ماشین داره، فرق نمیکنه هر کدومو 3 دنگشو بدم رفتم معذر به نام من شده. حالا چرا به این گیر دادی؟ ما مسئله‌مون غلامه. خب باشه واس به زنش بسپاریم همین مرتاش خانم که مراقبش باشه. من یه ساعت برم ترمینالو برگردم. مرتاش کیه؟ مرتاش دیگه، همین زنه غلام. مهتاج همون تو هم. ای بابا مرتاج. خیلی خوب باشه همون مرتاجو بهش میگی که بسپاری بهش تا یه ساعت من برم بیام. من همین الان برم چیزی نخوره. من برم پیشش همون. پس برو سلام منم برسون بهشون. برو اتوبوسم نبودیم. دستم به کلیهش بزنم این سنگه در جاله. برم کرده بود بیا در خونه به من بگو. آقا لام هزاری هم که بگی این دکتر حالیش نبوده. وا آقا این حرفا چیه میزنید؟ متخصص دکتره، به کار خودش هم وارد. حالا یا متخصصه یا هرچی، من از این به بعد به حرفای بهروز گوش نمی کنم. آقا غلام باید گوش بکنی، به نفته. وای بیا. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا غلام چجوری اومدی اینجا؟ چجوری اومدم با پاهم؟ به راه رفته این مسیر رو تا اینجا یه دقیقه همون به ذات رفت بیرون. شما ببین چیکار داری میکنی. ببینم شما میتونی همه پنبه های ما رو ریسه کنی، ریسه های ما رو پنبه کنی. آقا بهروز آخه این چه حرفی تو میزنی؟ ببین من فکر میکنم این دکتری که شما آقا غلام بردی پیشش اصلا قلابی بوده. یعنی چی قلابی بده؟ آقا بهروز، بله دوست پژمان سنگ کلیه داشته. بله. تمام دستوراتی هم که دکتر اون داده بوده با دکتری که شما بردین خیلی فرق میکنه. آخه مگه میشه یه بیماری 2 تا دستور داشته باشه؟ بعدم تازه آقا درست صحبت کن، چه طرز صحبت کردنه؟
من عذر میخوام ولی ببینید خانم خب شاید اون دوست آقا پژمان میخواستن خودشونو بکشن. نه خیر قربان، اینجوری نیست آقای بهروز. اون آقای دکتری که دوست پژمان رو معالجه کرده بهش گفته چی کار باید بکنه. خب آقا جلال، دکتر آقا غلام هم متخصص بیماری‌های کلیویه، اون هم درست گفته بهش، به من گفته که بهشون بگم چیکار کنن. آخه آقا بهروز نمیشه که این بیماری یک چیز سنگ کلی است جفتش، طبیعتا درمانش هم یکیه دیگه. نه دیگه اشتباه گرفتی پژمان جان، پس داری اینجوری میگی. ببخشید من که اونجوری باشون صحبت کردم، اشتباه گرفتن خانم. ببینید سنگ کلیه آقا غلام، این سنگ کلیه، ببخشید آقا من شرمندم، عصبی میکنه آدمو نمیدونه چیکار کنه. سنگ کلیه آقا غلام از سنگای نادره، فرق میکنه با بقیه سنگ کلیه. این درمانش یه جورایی دیگه است. آقا شما همین الان داری اشتباه میگیری. آقا بهروز مثل که فکر می‌کنی با باش بچه طرفی شما. مگه میشه یه بیماری آقا 2 تا درمان داشته باشه؟ حالا که اینجوری شده. آقا جکی نمیدونی چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ تازه بلند شده رفته یه لیوان آبم خورده. آب خوردی؟ بله. آب خوردی؟ بابا تشنم بود آب خوردم. آدم وقتی تشنش میشه چی میخوره؟ آب میخوره دیگه. آقا تو مگه کار زندگی نداری گیر دادی به ما؟ خب آقا غلام من پس ورده شما کلیتون بهتر که اون وقت من مسئولم، برای اینکه من از اون دکتر صحبت کردم قرار شد نگهداری شما رو بکنم. بشکنه این دست که نمک نداره. آره بشکنه. اینم جای تشکرشه. بابا تشکر میکنم. از این به بعد بذار در اختیار خودم میدونم چیکار کنم. این یکی دیگه اصلا امکان نداره. ای بابا یعنی من اختیار خودم هم ندارم. آقا غلام جونم عجب گیری افتادیم. چشم هر جور میلتونه، اصلا ما به من ربطی نداره. وقتی میای ایثار میکنی، میای از خود گذشتگی میکنی، چه شبها که تا صبح بالا سرت وایسادم من هر جور که دوست داری. بذار به عهده خودم میدونم چیکار بکنم. نمیخوام از این بعد تو پرستاری منو بکنی. محتاج هست. هر جور میلتون. باشه بریم. من دیگه دخالت نمیکنم خانواده محترم آقای تابنده. من دیگه دخالت نکن. پاشو بریم محتاج. بذار من حداقل تا خونه بذار من کولت کنم. لازم نکرده آقا. نرو این یه لازم نکرده. نرو این یه تیکر تر میشه. دوستی آقا بهروز هم داره کار دست این پیرزن بیچاره میده. نمیدونم والا چرا اینجوری میکنه، هرچی هم بهش تو کتش نمیره. مشکوکه بابا. نه عجیبه ها، ما اصلا سر از کار این برادرزاده و عمو در نیاوردیم. خدا نصیب هیچ کافری نکنه. مریضی خیلی بده. اگه من بدونم شما چرا انقدر سنگ آقا غلامو به سینه میزنین خیلی خوب میشه. ای بابا عمو جون وظیفه انسانی هر انسان با شرفیه. بله. این حرف چیه اون زنی؟ درسته. بنی آدم اعضای دیگرند. یک دیگر. درباره هم دیگرند. من رانندگی میکنم اما همش غلام جلو چشم. به جا جاده و ماشینای دیگه بود. من عموم اصلا توی این حس همسایه دوستی مشترکیم. این شد میگم که عموم اینجوری نمیشه، یه خورده باید فکر کن. شما هم لطف کن فکر کن یه خورده. من که خیلی فشار میارم به مخم. آها فهمیدم. آقا بهترین راهش، حالا که ما نمیتونیم کنترل کنیم، بهترین راهش کنترل از راه دور. راه دور؟ بهتر. پس خانم فرامرزی این چیزایی که گفتیم حتما مراعات کنین. یادت نره خانم فرامرز، بایستی که 100% به این چیزایی که میگیم عمل بکنی ها. فرامرزی مرتاش خانم خیلی مهمه. اگه دوست داری جون آقا غلامو دارم میگم دیگه. اینی که اگه آقا غلامت دوست داری، دلت میخواد قلوه های زودتر درست بشه، واسه این کارایی که میگیم رو بکنی. ولا آقا غلام آقا غلاما بلا به دور. خدا نکنه آقا عمو. خدا نکنه. خانم فرامرزی پس حواش بیدار نشه. نشنوه. عموی من یه چیزی میدونه میگه. یه موقع دیدین خدای نکرده
فوت کردم. خدا نکنه حالا نفوذ بد نزن نفوذ بد نزن. مرتاش خانم این آب معدنه از معدن آوردم واسه من. این بر بچه‌های راننده از معدن برای من آوردن. راننده؟ خلبان. تو خلبان. اینی که پر از املاحه پر از فسفرته. آره فقط اگه تشنه شد این آب بخوره نره سر یخچالا. مادر جون برش آب خوبه؟ لوله کشی نخوره وا. نه این خوبه براش. این عالیه. آب املهیه دیگه. املهی؟ آره املاح. آره پر املاحاته پر فسفرته. در ضمن 6 ساعت یه بارم وزنش کنین به ما اطلاع بدین یا به عمو یا به من فرقی نمیکنه. خوابم بودیم بیدارمون میکنی وزنش رو به ما میگی. مرتاش خانوم اگه خواستم یه وقت قدمی بزنه راه بره بابا خیلی قبل آقا غلام مهمه. نه مرتاش خانوم این ویلچرتو میدی سوارش میشه. ویلچر؟ آره فقط با ویلچرت این ور اون ور. چرخ دیگه چرخ ویلچرت دیگه ندیدی فقط با این میره این ور اون ورا. نظر خودش پیاده بره وا. یعنی خطرناکه خیلی یا میبینه خدا رو نفهمه ما این چیزا رو بگین خودم گرفتم برات. آره اصلا حرفی از ما نزن. اما همه چی رو غلط. شصت و 68 کیلو خانم فرامرزی جدی 68 کیلو شده. دست شما درد نکنه. ماشاءالله مرتاش خانوم ماشاءالله باریکلا. به شما میگن زن همینجوری ادامه بده. میگن خواهش میکنم چشم حتما. پس بازم وزنشون کنیم به ما بگین. دست شما درد نکنه. یه ساعت به یه ساعت ببرش رو باسکوله. به یه ساعت ببرین رو ترازو. بله متشکرم خانم فرامرزی. خداحافظ شما. خداحافظ. 3 کیلو یعنی بیشتر. 3 کیلو خورده. خیلی برای من عجیبه. با سنگر آورد. برای من خیلی عجیبه که چرا اینقدر اضافه وزن آقا غلام شما رو خوشحال میکنه. داشتش مشکل نداره. خب بخاطر که هر چقدر چاق‌تر بشه بهتره. بله. آخه چاقی چه ربطی به سنگ کلیه داره؟ ببین عمو جون خب ربط داره دیگه یه جورایی ربط داره بی ربط نیست. حکما ربط داره. آره ببین یا کن دقیقاً مثل این میمونه که آدم هر چقدر کمتر بخوابه بیشتر از خوابش میمونه که بیشتر خوابش میاد. چه ربطی داره؟ ببین عمو میگه جسم قوی دار تا بیمار از دنیا نری. آدم باز جسمش قوی باشه که بتونه با این بیماری که در جسمش نفوذ کرده مبارزه کنه. برای همین آقا غلام اگه جسمش قوی بشه میتونه سنگ و از تو قلبه هاش بندازه دور. گرفتم. ببین نیلوفر دقیقاً توضیح میدم که توجیه بشی حسابی. ببین آقا غلام هر چقدر چاق‌تر بشه نه اصلا گرفتم قضیه.
هر چقدر چاق‌تر بشه از داخل بیشتر به کلیهش فشار میاد، هر چاق میشه بعد این به کلیه فشار میاد، سنگ دفع میشه. هر چی فشار میاد سنگ دفع میشه. بله. آخه مگه آقا غلام از تو چاق میشه؟ آره دیگه. ببین بعضی اینجوری هم، مثلا ما خانوادتاً از بیرون چاق میشیم، ما آقا غلام اینا از تو چاق میشن. من که آخرشم سر در نیاوردم. این که نمیشه. وای چی میگی؟ ترسیدم بابا. مگه نگفتن آب برای تو ضرر داره؟ مگه من دستمال خیس نکردم گذاشتم اونجا هر وقت تشنت میشه اینه بمال به لبت؟ برای چی داره آب میخوری؟ بس کن بابا تو هم. من مسخره کردی؟ مردم از تشنگی. حالا که اینجوری یه پارچ آب میخورم. نکن آقا غلام، مریض میشی، خدا مرگم بده. نمیدونم از دست این چیخام چی به سرم برسیدم. ببینید داره آب میخوره، اونو نگاه کنید. رسیدید همه که خوردم. اما همه آب خورد چیکار کنیم؟ راست میگی، نگاه کن مرد استاری، میخوای خودتو بکشی مگه؟ واسه چی آخه؟ چرا برا خوردی؟ بابا تشنم بود آقا، به ازاد داشتم میمردم تشنگی. چی؟ سرو آره سرو تک کنیم که کارا چیه؟ کارا چیه؟ برو آقا برو دستشویی، برو سمت دستشویی. نه همینجا آقا غلام همه قابه رو باید بیاری بالا. آقا غلام بیار بالا. آقا غلام آقا بیار بالا. بیار بالا آقا. اما جون میوه بخور. شوهرت میوه یاد بگی تو باز قدمون بشی، میبینی؟ چاقه عمو، خیلی چاقه. بالاخره ویتامین برای بدن لازمه، اینجوری هم خوب نیستش که. آره خیلی خوب شد خانم فرامرزی. داره خدا پیش ما هم بیان. 70 کیلو شده آقا غلام. نه خوشحالم برای اینکه وزنشون میره بالا، بهتر سلامتیشون کامله. آب که نمیخوره. آره تا میتونه املاح معدنی. نه دیگه پوک معدنی که خانم فرامرزی مال ساختمونه که پوک. آره بازم وزنشون کنیم به ما خبر بدید. قربون شما. ویلچرتر سوار میشه. اون با چرخ این برابر میره دیگه. بله. قربان شما. متشکرم خانم فرامرزی از این خبر خوشی که دارین لحظه به لحظه به ما. جشن سلام میگیریم. عمو هم سلام میرسونه. ما میخوایم جشن بگیریم به خاطر این خبر. ما اگه آقا غلام خوب بشه میخوایم جشن بگیریم. بهتر. قربان شما. خداحافظ. 5 کیلو و نیم. آقا به جای اینکه اینقدر دیگران رو چاق کنی یه خورده خودتو لاغر کن. نه نیلوفر من چاقیم بهم میاد. من یه نمک خاصی بهم میده. نه بروز چاقشه خوبه ولی نه ترکه یا نمیترکه. آخرش من نفهمیدم این چاقی آقا غلام چه ربطی به سنگ کلیه داره؟ من که گفتم اون کلم چیزی نگم. آره آفرین عمو. آها فهمیدم. برم چایی بیارم؟ آره دیگه دست در نکن دیگه اینقدر میوه خوردیم. ممنون. شیرینی هم بیار. خیلی خوب شد. فکر کردم طلای خالص استخراج کنی. استخراج همون یعنی بیاریم بیرون از تو قلوهاش طلای ناب بیاریم بیرون.
چه فکری؟ تا زنت نیومده واسه برات بگم. چه فکری؟ پودر طلا. خانم فرمزی این معجون از 72 تا ویتامین تهیه شده که خیلی گرونه و اصلا گیر نمیاد و مخصوص سنگ کلیه این معجون رو درست کردن. میبینین اصلا یک رنگ خاص طلایی خیلی قشنگی داره. همین. از کجا وارد شده این؟ آوردن برامون. از کجا آخه؟ از کجا؟ خارج. خارج؟ آره دیگه من خب به هر حال یکی دو تا دوستام اونجا خارج مکانیکی دارن، بعد زنگ زدم رفتن از داروخانه گرفتن آوردن. فقط خانم فرمزی حتما یادتون باشه موقعی که آقا غلام میخواد بخوره اینو حتما هم بزنید حسابی که چیز بشه، که قوام بیاد. دست در نکنه مادر، تو چقدر خوبی آقا جکی، چقدر خوبی. اختیار دارین خانم فرمزی، ما وظیفه‌مونه. خیلی ممنونم. لطف دارین، خدا به خیر بگذارونه. خب آقا جکی اینه لابد خیلی گرون خریدی، پولش چند میشه که من بتونم بهت بدم؟ خانم فرمزی حرف پول دیگه با من نزنیم، بهم بر میخوره. پول میخوای به ما بدی؟ آقا جکی شما از پایین تا بالا رو پلا پول بریزم واسه. نه مادر جون آخه از خارج آوردی گرون خریدی دیگه. خانم فرمزی شما آقلان بیشتر از اینا برای ما ارزش دارین. امیدوارم آقا جکی یه روزی مریض بشی خودم ازت پرستاری کنم مادر جون. خانم فرمزی این چه مدل تشکر؟ یعنی چی امیدوارم مریض بشی؟ مادر جون جز این کاری نمیتونم برای تو بکنم. امیدوارم فقط مریض بشی بنانه جان. من ازت پرستاری میکنم نمیدونی چی کار برات میکنم. حالا بذار اون روز بیاد تا ببینی. به دور از جونم خانم فرمزی. بفرمایید این معجون رو فقط هم بزنید. بیا آقا غلام اینو بخور. شما که میگفتید مایات واسه من خوب نیست. آقا غلام این یک معجونیه که تو تمام دنیا پیدا نمیشه. تو بخور که حالت خوب شه دیگه. وای بخور. معجون چرا طلایی رنگه؟ بخور دیگه آقا غلام اینقدر اذیتمون نکن. آخه داشتم میمردم از تشنگی. میشه جانت دست درد نکنه. خانم فرمزی ناراحت نباش، نگران نباش، چیزی نیست. بیهوش شده. وای آقا غلام کن ما مرده. آقا غلام مرده. چرا مرده؟ بس چی کار داری میکنی؟ اما آقا غلام کشتیم در بجونه. ما کشتیم؟ صدت بیاد باید خفه شو. کشتی زن مردمو. این چجور حرف زدنیه؟ خانم فرمزی هم مرد. 10 دفعه بهت گفتم نباس بخوره اینو. اما خودت دادی اونو درست کردی. با خدا بخیر. خیلی خوب حالا به کسی دیگه بپر برو بالا آقای تمندر بیدارش کن. بگو آقا غلام حالش از ریزه بد شده. برسونیمش بیمارستان. اما دست بهش نزن از سر انگشت بمونه جفتمونو میبرم زندان حبس ابد میکنم. میداره بگید الانجا بلنشو بکنین آقای تمندر رو صدا کن. فرار نکنیم. برو. فرار نکنیم. چی رو فرار کنیم؟ طوری نشده. برو صداش کن. اما نو کردم مگه مردن به من بگو من طاقتیشو دارم. برو بابا اینا رو صدا کن ببریش بیمارستان. خدا مرد بده. مرتاش خانوم. آقا غلام نکنه مرده باشه. مواظب باش دست نبره. اختیار داری. زحمت کشیدی. اختیار داری. تموم شد. واردیم ما. نه اینکه ملاقاتی زیاد میرم. کمپوت وا کردن فوت آبم. غلام جون یه پرهین بزی دهنت.
هم مایه است همین که قوه میگیری. من ندارم آقا بهزاد، حالا اصرار که میکنی قربونت برم، هر جور راحتی. خدا پدر این رئیس بیمارستان دکتر انصاری رو بیامرزه. آقا پولم داری این روزه، باز پارتی هم داشته باشی وگرنه بیمارستان تحویلت نمیگیرن. غلام جون بگو چی کار کرد برا تو، بگو چی کار کرد. نه بگو براشون چی کار کرد برا. اتاق 8 تخته رو 8 تخت رو داد گشتن بیرون، یه دونه تخت فقط غلام بود و اتاق. درستی یا نه؟ از خونه خودش تلویزیون 30 اینچ ورشو دور گذاشت اتاق غلام. درستی یا نه؟ یخچالو خودش میرفته رئیس بیمارستان میدون خرید میکرده میورده پر میکرده. درستی یا نه؟ خلاصه که خیلی تحویل بازار. اگر این پارتی ما نبود الان این غلام جون تو جمع ما شاید نبود. خب حالا بگذاریم دور از جون غلام. آقا غلام اصل حالتون چطوره؟ خوبی انشالله؟ الحمدلله فعلا خوبه. خب شکر. آقا غلام، پس بهروز کجا موند؟ مونده بیمارستان که سنگو تحویل بگیره. من نمیدونم این چرا علاقه‌مند شده به سنگ کلیه من. کنجکاوه، دوست داره هر علمی رو تا آخرش بدونه. علم پزشکی رو علاقه داره، دوست داره وارد شه. عمو بهروز نگفت کی میاد؟ میاد، همین الان پیداش میشه. گفت سنگو که بیمارستان بگیرم یه توکبا بازار زرگرا یه کار کوچولو. زرگرا؟ نه سکه میخواست بخره، گفت کارم اونجا انجام دادم بازار، یه سره میام خونه. خب بگذاریم آقا غلام، از عملتون تعریف کنین. درد داشت نداشت چجوری بود؟ حالا اون وقتی که بیهوش بودم هیچی نمیفهمیدم. وقتی بیهوش اومدم بگیری نگیر یه کمی درد داشت. خب آقا طبیعیه دیگه، عمل کردین. حالا یه چند روزی باید استراحت بکنین که جای بخیاتون خوب بشه. بله موقع استراحته. راستی بخیاتون کی میکشن آقا غلام؟ 4 روزی که بله 4 روز. در حال همتون زحمت کشیدید. من از همتون ممنونم. اختیار داریم به خصوص آقا بهزاد. قربونت برم، اختیار داریم، ما وظیفمونه. بابا همسایگی گفتم، غریبه نیستیم ما که. بله دیگه همسایگی به درد همین روزا میخوره دیگه. غلام جون کمپوت نخوردی ها؟ نوش جون. خوب بود برات، میخوردیم. مادر در باز کن. سلام. کجا بودی تو؟ بیمارستان بودم. سلام. خسته نباشید. شما زحمت کشید. بله دیگه همسایه آقا ما این سنگ رو گرفتی؟ بله من این سنگو گرفتم. آقا این که سنگ معمولیه که. نگه میخواستی چی باشه؟ پس میخواستی صخره باشه. سنگ معمولیه فقط همون. سنگ معمولی 100 گرم. سنگ تو خرابه برشی بودی سنگ کلیه این بدبخت یه تو کلیه این در بوده. تو کلیه این در بردم. سنگ کلیه آزمایشگاه گرفتم. بیمارستان عوضش کردم. نه با کجا عوض کردم؟ بیمارستان عوضش کردم. عوض نکردم. مرد استابی تو وقت خودت میرفتی سنگره با چش خودت از بیمارستان بیدیدی یا تحویل میگرفتی؟ نه عمو میگم همین بود دیگه. من که تو اتاق همین سنگه بود. یه سنگ معمولی. اصلا من نمیدونم یعنی چرا اینجوری عوض شده سنگه بس که میشه. بعد تازه 100 گرمه. من نمیدونم آقا غلام 5 کیلو اضافه وزن پیدا کرده بود. چجوری آخه؟ عجب حرفی میزنی ها. خب معلومه دیگه آقا غلام همش یه جا نشسته بوده، تحرک هم نداشته. خب چاق میشه، اضافه وزن پیدا میکنه. به حال که همین سنگ معمولی بود. اینم خدمت شما. خب آقا بهروز سنگ کلیه است دیگه، میخواستین طلا باشه. همینه دیگه. آقا بهروز حالا که به سنگ کلیه من علاقه داشتی بگیر پیش خودت یادگاری نگرش دار. غلام تو این کمپیوتر بز دهنه تموم شد. هستن آقا 100 دفعه بهت گفتم بچه جون حواست جمع باشه، چشتو وا کن، گوشتو وا کن. اما من چیکار کرده اینو بیمارستان؟ به جون شما این همین سنگو داد به من. بیمارستان میرم. عمو این سنگ آقا غلام ها من یه دقیقه بیمارستان برم با شما ببخشید. عمو عوض نشده. چشتو باید وا کنی. به جون عمو عوض نشده. من بیمارستان برم بعد. قضیه چی بود آقا غلام؟
فکر کنم فهمیدم قضیه چیه. بوی سی بوی گلابی میشنوم، یه بغل حرف حسابی میشنوم، زیر آسمون شهر قصه‌مون دنیا رو آبی آبی میشنوم. توی شهر صدا صدای قصه هاست، دلا جای شادی ها و قصه هاست، با بور بی صدای لحظه ها چشات دنباله یه چشم آشناست. میدونی زندگی بی غم نمیشه، تا ابد شادی جا جمع نمیشه، اما گاهی روی زخم آدما هیچی مثل خنده مرهم نمیشه، هیچی مثل خنده مرهم